پس از بحث‌های طولانی، قانونگذاران آمریکا طرح قانون را پذیرفتند که تیک تاک را وادار می‌کند برای ماندن در ایالات متحده بایت دنس صاحب خود را دیگر کند. امروز ما پیامی روشن دادیم که هیچگاه به دشمنانمان راه نمی‌دهیم آزادی ما را همچون سلاح استفاده کنند. از این لایحه اکثر قانونگذاران پشتیبانی کردند و بر این نظرند که قانون خطر تیک تاک را کاهش می‌دهد. آمریکایی‌ها باید به خود سوال دهند که می‌خواهند به چین اجازه دهند تا به همه معلومات آنها دسترسی داشته باشد، حق استفاده معلوماتی که از طریق الگوریتم به دست می‌آید پیدا کند، می‌خواهند که به حکومت چین امکان دهند که چنین توانایی داشته باشد. تیک تاک گفت هیچ خطری به امنیت ملی آمریکا ندارد، ولی قانونگذاران حرف این شبکه را قبول نکردند. نیت ما این است که تیک تاک فعالیتش را ادامه دهد، ولی نه تحت نظارت حزب کمونیستی چین. چین قبول طرح قانون را محکوم کرد. آمریکا هیچ دلیلی ندارد که تیک تاک به امنیت ملیش خطر ایجاد می‌کند، ولی از تعقیب تیک تاک دست نکشیدند. برخی از قانونگذاران و حامیان حقوق بشر میگویند محدود کردن تیک تاک در آمریکا دشمنی با آزادی بیان است. هر گونه محدود کردن تیک تاک نه تنها ضد آزادی سخن، بلکه ضربه بزرگ به اقتصاد ملی است. جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت اگر سنات این قانون را قبول کند آن را امضا می‌گذارد. جانبداران جو بایدن از اول سال برای به دست آوردن رأی انتخاب کنندگان جوان در انتخابات در تیک تاک تبلیغات برآورده اند.